سلام خدمت همه شما عزیزان، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز در ادامه آنباکسینگ پهپاد و درون دیژی یه سری اکسسوری ها و چیزهایی هستش که مربوط به همون درون هستش. من اینا رو بعد از خرید اون درون تهیه کردم و اضافه کردم و امروز میخوام اونا رو با شما آنباکس کنم و در میون بذارم. بریم با هم آنباکسینگ. اولین چیزی که بعد از خرید درون من به فکرم رسید که باید اضافه بکنم و نیاز هستش حتما باتری اضافه هستش. باتری اضافه همونطور که اگه بدونید دیژی با یک باتری ارائه میشه و معمولا پک استانداردشون با یک باتری هستش، ولی پک هایی داره با عنوان کمبو پکت. با اون پک در حقیقت 3 تا باتری میادش و همینطور یک شارژر. من چون پک استاندارد رو انتخاب کرده بودم و همین دلیلم خودم تهیه کردم. یکی این باتری بود و دیگری هم وقتی که شما به یه دونه باتری بیشتر بخواید داشته باشید مجبور میشید که از این شارژر هاب یا در حقیقت این کیسی که داخلش 3 تا باتری میتونه جا بخوره و همزمان باتری ها رو بتونید با هم دیگه شارژ بکنید. برای من جالب بود این سری 2 دیژی که قبلا هم گفتم من درونم مینی 4K هستش که بر پایه همون سری مینی 2 هست و باتری کلا به سری 2 هست. کیس شارژش همینطور همه سری 2 هستش و برای من خیلی جالب بود. درونی که سال 2024 در حقیقت تولید شده، باتریش خیلی جالب بود. این باتری که من داخل این وقتی در آوردم مربوط به 2018 هستش، سری ساخت این باتری، یعنی اولین سریای ساختی که این شرکت برای دروناش از سری مینی و 2 و به بعدش هرچی که بوده استارتی که خورده، این سری ساختاشون مربوط به همون دور است و آپدیت نشده. گفتم شاید این مدل جدیدتری که گرفتم پک جدید در حقیقت، چون دارم امسال خرید میکنم، شامل این قضیه نشه. حالا با هم آنباکس کنیم. روش که زده 23، حالا نمیدونم چقدر اینجا، شاید توی بعد من به شما نشون بدم، ولی این پک مربوط به سال 23 هستش. اینجا یه لیبل خورده روش. این با هم باز کنیم ببینیم داخلش چی هست اول و بعد ببینیم که حالا روش چون زده 23 ولی با یه لیبل روی خود باتری چه چیزی میتونیم ببینیم. خب داخل این یه دونه رطوبتگیر گذاشتم و باتری و چیز خاصی نداره که یه دونه کتاب شالاده معمولا میاد دیگه در چه راهنمایی که هیچ کس نمیخونه. خب جالب، این باتری که من الان گرفتم دقیقا با این باتری که با خود درون اومده در پک درونم یکیه، یعنی سری ساختشون همون 2018 هستش. جالب. این هم شما نمیدونم چقدر میتونید توی دوربین ببینیدش، ولی این هم 2018 هست. قبلیه هم 2018 هست اگه بتونید ببینیدش. بسیار عالی. نشون میده باتریاشون گویا سری تولیدی که کردن همونو دارن ادامه میدن و لیبل عوض میکنن. این هم ببینید همونجور که مشخصه دیژی مینی مربوط به مینی 2 هستش که حالا به 4K و کلا سری 2 میخوره. این هم باز کنیم با هم. من توی چند روزه یه تسته گرفتم با خود رون و یه چند تا در حقیقت پرواز داشتم و به این نتیجه رسیدم که واقعا یه دونه باتری طبق چیزی که دفترچش میگه، یعنی طبق چیزی که روی کاغذ هست تئوری، شما
30 دقیقه 31 دقیقه میتونید پرواز کنید، در صورتی که عملا ماکسیموم پرواز یک باتری فول معادل 20 دقیقه است و انقدر سریع میگذره. حالا شاید باز هم بگیم مثلا 20 دقیقه، خب خیلی عالیه، 20 دقیقه زمان کمی نیستش در کلام، ولی درونی که بخواید بفرستید بالا تا موقعیت مکانیتون رو حفظ کنید، اطرافتون رو یه ذره به دست بیارید، اصلا انقدر سریع میگذره که من لازم دیدم که دوباره یه دونه باتری بگیرم. و اینم آنباکسینگی که داریم انجام میدیم. طبق معمول دفترچه راهنمایی که کسی نمیخونه، یه سری حالا چیزای مربوط به گارانتی، هیچ باید گیر به چیز خاصی نیست در باکسش و بده پابش که قابلیت اینه داره که باتری ها به این شکل داخلش میرن. حالا همونطوری که تو کمبو پک که گفتم خدمت شما، این 3 تا هستش. حالا یه جاش خالی موند برای من. نشون دهنده میزان شارژ هر باتری داره که میشه کنترل کرد. حالا این یکی که اصلا فکر کنم این جدیدتره باشه، خورده داره. اونی که قبلا رو درون من بوده که تموم کردمه و داره میزنه که اصلا خالی هستش و اینم احتمالاً باتری جدیدتره هست و با یه چارجر تایپ C 18 واتی شارژش میشه کرد. یه دونه خروجی USB-A داره که اگر به عنوان حتی میتونید به عنوان پاور بانک از این استفاده بکنید. حالا تلفنتون رو میخواید شارژ کنید، یه چیز استراحتی بخواید شارژ کنید تو محلی که هستید، میتونید از این به عنوان پاور بانک استفاده بکنید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارید که ویدیوهای بیشتری بسازم و کمک کنید در این مسیر من رو، خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب بکنید. توی کامنت ها منتظرتون هستم. اگه سوالی دارید و یا نظری دارید خیلی خوشحال میشم از شما هم بشنوم. به دست خدا میسپارمتون.